این رو همه توجه داشته باشن که انتقاد کردن آسان‌تر از عمل کردن است. مثل این است که شما کنار یه استخری ایستادید دارید تماشا میکنید، یه نفرم رفته رو ارتفاع از 10 متری میخواد شیرجه بزنه. خب شیرجه میزنه، شما اینجا کنار استخر ایستادید میگید ها این پاش خم شد، زانوش خم شد، این یک اشکال. خب بله این اشکاله، اما شما زحمت بکشید از این دایپ برید بالا سر 10 متری با آب یه نگاهی بکنید، اون وقت قضاوت بکنید.